تهدیدهای مرگبار شوهر اول آلی انصاری و حرفهای جالب آلی انصاری درباره همسر سابقش. دلیل ازدواج آلی انصاری با حسام فرزان هنرمند جوان چی بوده است؟ آلی انصاری در کدام کشور زندگی می کند؟ همسر اول آلی انصاری کی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آلی انصاری هنرمندی خوشنام، خوش صدا، خوش چهره و خوش سیمای افغان که این روزها با سرودن آهنگ ریمیکسش با حسام فرزان دوباره نامش در میان جوانان کشور آوازه شده است. آلی انصاری بعد از جدا شدن از همسر اولش به طور رسمی و مسلکی به سرودن آهنگ‌ها آغاز کرد. وی کنسرت‌های مختلف در افغانستان و خارج از افغانستان برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می‌کرد. آلی انصاری آهنگ‌های جدید ایدی‌اش با حسام فرزان و نظیر خارا وی را به اوج شهرت هنری رسانده است. تصاویر آلی انصاری در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی با حسام فرزان ازدواج کرده است، ولی تاکنون این خبر از طرف آلی انصاری و حسام فرزان مورد تایید قرار نگرفته است، ولی افرادی که گویا شوهر سابق آلی انصاری می باشد وی را در صفحات مجازی به گونه‌های مختلف اخطار و تهدید کرده است، ولی آلی انصاری کاملا خاموشی از خود اختیار کرده است و تاکنون هیچ نوع واکنشی انجام نداده است. حسام فرزان هنرمند جوان کشور بوده است که بعد از تحولات رژیمی به کشور کانادا رفته است. در کشور کانادا زندگی خوش و آرامی دارد. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده، موفق و کامگار باشید.